فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا جاوید عزیز از لوگر پرسیدن که سوال دارم که تسبیح تراویح را یاد ندارم، چه باید بگویم؟ تراویح تسبیح خاصی نداره که در میان معمولا منظورشون شاید این باشه که در میان به اصطلاح 4 رکعت تراویح وقتی ذکر خاصی رو میکنن. در این زمینه هیچ گونه ذکر شرعی و به اصطلاح مشروع و مأثوری که از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده باشه وجود نداره. هر کسی میخواد ذکری بکنه، هر چی بلد است میتونه ذکر بکنه، اما لازم نیست که حتما یک ذکر خاصی رو ورد زبانشون باشه. بله.